که دو نفر با هم جدا میشه. این بزرگترین کارنامه شیطان کدام است؟ لشکر و عملیش وقتی که میآید هر کدام کارگزاری خدا برای ابلیسی لعین پیش میکنه. میگه من فلانی را در زنا مبتلا کردم، فلانی را در شرابخوری، فلانی را در دزدی. شیطان خوش نمیشه. اما شخصی از لشکرش که میآید و میگه که زن و مرد با هم جدا کردم، دو دوست با هم جدا کردم، دو قوم با هم پرتافتم، شیطان ابلیس در پشت سر او و فرد خود خود آفرین میگه، بسیار خوش میشه. خبر داره اگر امروز ما همین شیطان سرش خاک باران بکنیم، میتونیم دوستای خود جمع بکنیم، 5 نفر 10 نفر با هم میشینیم از همین میدان، دو همسایه ما با هم جنگیست. چرا نزاع داره؟ چرا جنگ داره؟ شما خبر داری جنگ 2 نفر همسایه سبب چی میشه؟ اختلاف مسجد. یک امام یکیش خوش داره دیگه نداره. اینطور حالت میرسه که مردم فساد اجتماعیش در حد میرسه. ما مسئولیت داریم در بارگاه الله متعال. الله ما را فرمان داده تا این اندازه را این موضوع مهم است که اگر دو طایفه با هم نزاع میکنه، مقاتله میکنه، امو طایفه که او به صلح راضی نمیشه با طایفه دیگه یک جا شو تا که او را به زور در صلح وادار بسازی. چقدر خوب. حدیث ابی دردا رضی الله عنه را براتان میخوانم و مسئولیتتان از دمی روزای عید ادا بکنید. ابی دردا رضی الله عنه نقل میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، پیامبر علیه السلام میفرما الا انبئکم، شما را خبر ندم بدرجه، به اینطور یک درجه و مرتبه افضل که او درجه خیلی افضل باشه من الصیام، من الصلاه از نماز و صیام از روزه و صدقه از صدقه. 3 قسم عبادات خیلی مشهور داریم. پیغمبر علیه السلام و مجمع صحابه میگه به افضل ترین چیزی که از نماز و روزه و صدقه که خیلی افضل باشه شما را آگاه نکنم. در یک روایت آمده الا اخبرکم بافضل درجه من الصیام، و بهترین درجه مرتبه از روزه و از نماز و صدقه کرده. صحابه گفتن قال یا رسول الله بلا، چرا نه؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود صلاح ذات البین، اصلاح آوردن آن چیزی که در بینتان نزاع پیدا شده او را شما جورمت بکنه، با هم آشتی بسازه و این گپا از بین بره. عزیزان گرامی، کدامی ما خوش نداریم که ما اینطور افضل ترین درجه و عبادت کمایی کنیم که از نماز و روزه و صدقه کده بهتر باشه. کل ما الحمدلله در این مورد آرزو داریم، تمنا داریم. چقدر بهترین کار است. روزه عید بهترین فرصت برای نزدیک ساختن مردم پراگنده و پاشیده که ما بتانیم با هم آشتی بسازیم. چقدر خوب. حدیث دیگه است. ابی هریره رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، عملای بندگان الله در روز دوشنبه و روز پنجشنبه پیش میشه. فیغفر، بخشیده میشه لمن لا یشرک بالله شیئا، به او کسی که شرک به الله نکرده باشه. هر کسی که شرک به الله نکرده، چرا شرک الله به توبه میبخشه، اما طور نمیبخشه، به کلگی بخشیده میشه الا رجل، در حدیث میطور میاد مگر او شخصی که بینه و بین اخیه شحناء، که در بین ازی و در بین برادرش دشمنی است، کینه است، کدورت است، یکی با دیگه بغض داره، او تو آدم الله بخشش نمیکنه. یقول الله متعال میفرماید دعوه، بگذاری یردوره، هازین دعو هازین، یردوره بگذاره حتی یصطلحا، تا ای که اردو جور شوند. چقدر خوب است که امروز سری نفس خود پای بگذاریم. غرور تکبر که اون نمو اثرات شیطان است، ابلیس است، او را زیر پای خود بکنیم به کمال عاجزی، به کمال تواضع، به خاطر رضای الله. اول در خانه امو شخصی داخل شیم که قطع ما گپ نمیزنه، اول سلام از طرف ما باشد. اگر این کار البادئ بالسلام بریء من الکبر، اگر کبر از قلب دور میکنی اول آغاز تو بکن، بدون از اینکه نفری سومی تو را بیاید و تو را به عذر ببره. بیا اول نشانه ایمان تظاهر کن. اگر مؤمنی واقعی هستی به خاطر رضای الله، چون حدیث پیامبر شنیدی، عملت پیش میشه الله برات بخشش نمیکنه. بیا که اعمال ما پیش الله بخشش کنه. اینمی چی اگر خشمی و چی میگه شوله خشمی را دیگه اوسو بگذاره. این اثری غلط کرده، در مسجد نمیره چرا؟ قطع فلان جنگیستم، جماعت نمیره قطع فلان ناکوک استم. نکنه برادرها. و ما شما میتونیم اینمی مسائل در می روزای عید
به مشوره دوستا یک جا شویم، نگذاریم کسی را که میشناسیم با هم جداست آشتی بدیم.